عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که تندیس حافظ رو برای دومین بار دریافت میکنم و افتخار میکنم که از دستان دوست عزیزم جواد عزتی گرفتم. تشکر میکنم از هیئت داوران، به ویژه سرکار خانم آذر معماریان عزیزم و امید معلم نازنین که به اندازه خانواده‌ام دوستشون دارم. تندیس حافظ برای من بسیار ارزشمند هستش، چون یادگاری است از علی معلم عزیز، روحشون شاد. برای من و حتما برای